سلام و یک ویدیو جذاب دیگه از کانال یوتیوب من خوش اومدید. داخل این ویدیو می‌خوایم یاد بگیریم که چجوری میتونیم بشکه رو بسازیم. همچنین امروز یه کار دیگه هم می‌خوایم انجام بدیم. همونطور که قولش داده بودم قراره این چیزهایی که داخل برندر می‌سازیم رو داخل یونیتی ایمپورت بکنیم و امروز هم قراره همین کارو بکنیم. همچنین قراره با یک مقدار پست پروسسینگ صحنه بازی خودمون رو به قشنگتر و بهتر بکنیم. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. Shift A سیلندر 16 اینتر تب کنترل آر میزنیم، تعدادش 2 تا پلیس میکنیم و این میریم رو حالت 2 که خطا رو سلکت کنیم. شیفت آلت خط اول و خط دوم رو با هم سلکت میکنیم. کنترل بی اس بکنید، ای آلت اس، شیپ اصلیمون رو پیدا کردیم. SZ 3 فیس سلکشن، اینو با اینو هر دو رو با هم سلکت کنیم که به یک اندازه اینسرت بشن و مقدار دقیقی داشته باشن و بعد ای میزنیم ولی کلیک راست میکنیم تا اونقدر تغییر ایجاد نکنه و آلت اس میکنیم و یکم میبریمش داخل تر تا حالت داخل پیدا کنه. اگه هم خیلی فیستون رفته بود داخل کافیه یه دونه جیزت بزنید و اونو بالاتر بیارید و همین سادگی. اینم همینطور یکم من اینو میارم پایینتر جیزت. اگه میخواید یه مقدار دیتیل بیشتر اضافه کنید که یکی از این خطا رو سلکت کنید، کنترل بی یکم بکشید، ایکس و برای دیلیت کردن فیس رو انتخاب کنید و حالا یه دونه از اینا رو سلکت کافی بکنید و بعد اف رو میزنید. همونطور که میبینید حالت شکستگی ایجاد میکنه. برای متریال ها کافی برید داخل متریال ها روی نیو کلیک بکنید، تب بزنید و همچنین کل اینو سلکت بکنید و داخل بیس کالر میخوام یک فاز قهوه‌ای مانندی باشه، پس این رو رنگ نارنجی تنظیم میکنم و یکم قهوه‌ایش تنده. بله اینجوری بهتر شد و حالا اینو و کلش سلکت میکنم و اساین رو میزنم و کافیه برم داخل مود رندر تا ببینم نتیجه کارو. بله برای اینکه خوبتر ببینیم یه دونه لایت و یه دونه سان ایجاد میکنم و اونو یک میزنم و جیزت میکنم و یکم میارمش بالا، یکم روتیت میکنم و استرنگش هم به 5 تغییر میدم تا یه مقدار نوری بیفته. به خاطر همین باید بریم داخل مود رندر تا بتونیم به این خوبی ببینیم و همچنین برای اینکه بهتر هم دیده بشه من environment texture میکنم کالر رو و همچنین اوپن میکنم و از داخل دانلود ها اون اشتیارایی که داشتم رو انتخاب میکنم به همین سادگی. همچنین داخل این بخش شما میتونید ambient occlusion، بلوم، اسکرین اسپیس اوورلی، موشن بلر و فیلم و ترانسپرنت رو بزنید تا ویو بهتری داشته باشید. شما میتونید چند تا از این خراج ها ایجاد بکنید ولی من اونقدر لازم ندارم، به خاطر همین این کار رو نمیکنم. تب میزنم و حالا کل این فیس رو میخوایم سلکت بکنیم، بنابراین میریم رو حالت 3 یعنی فیس سلکشن، شیفت آلت بزنیم این اتفاق براش میفته و کافی اطرافش رو کپی کنیم. خب همونطور که دیدید من کل این پایین و بالا و سطح بالا پایینش رو سلکت کردم. همین کار رو برای پایینم انجام میدیم. خب همونطور که دیدید من کل اینا رو سلکت کردم، این از قلم افتاده بود که اینم سلکت میکنیم و حالا داخل بخش متریال ها یه دونه متریال جدید اضافه میکنیم و یه دونه نیو رو میزنیم و همچنین یک رنگ روشن‌تری رو میشه گفت انتخاب میکنیم ولی همون حالت نارنجی رو داشته باشه ولی یکم بهتر. اینا رو سلکت میکنیم و اساین رو میزنیم. همونطور که میبینید رنگ‌های مختلفی الان وجود داره. برای من این خوبه شما میتونید رنگ‌های مختلف خودتون رو وارد بکنید، اما برای اینکه بیاین اینو خروجی بگیریم فایل اکسپورت fp1 و اون رو در جایی که مورد نظرتون هست خروجی میگیرید. تا اینجا ویدیو چطور بود؟ اگه از این ویدیو لذت بردید خوشحال میشم دکمه سابسکرایب رو بزنید، دکمه لایک هم فشار بدید، زنگوله بغلش هم فعال بکنید تا ویدیو بعدی ما رو از دست ندید. ادامه ویدیو. خب من یه دونه سیم برای خودم درست کردم، همینطوری سری داخل پروژه‌ای که دارم الان روش کار میکنم. ولی خب بعد از اینکه اینو درست کردید براتون کافیه بندازید اینجا. همونطور که میبینید داخل یونیتی اکسپورت میشه، اما همونطور که داخل اول ویدیو گفتم میخوایم یه کاری کنیم که سینمون قشنگتر بشه. برای این کاری که من میخوام انجام بدم پست پروسسینگه. روی مین کامراتون حتما مراقب باشید که پروژهتون URP باشه. کاری که انجام بدید اینه که پست پروسسینگ تیکشو میزنید که پست پروسسینگی که داریم میدید عملی بشه.
خب همونطور که دارید مشاهده میکنید من الان پست پروسسینگ خودم رو ساختم، ولی میخوام به شما نشون بدم که چجوری پست پروسسینگ بسازید. اگه پروژهتون یه پروژه URP باشه، از همون اول شما یه دونه همچین چیزی دارید به نام گلوبال ستینگز که یه دونه ولوم داره که برای پست پروسسینگه. شما همونطور میتونید نگاه بکنید که چقدر پست پروسسینگ میتونه بازی شما رو جذاب‌تر بکنه با پست پروسسینگ و بدون پست پروسسینگ. خب من چیکار میکنم؟ به این اسکریپت رندومنس هم کار نداشته باشه، این خودم اضافه کردم برای بازی. حالا اول یه دونه بلوم اضافه کردم. بلوم برای روشنایی صفحه است که شما هر چقدر این بلوم رو بیشتر کنید روشنایی صفحه شما با اینتنسیتی بیشتر میشه، که الان من اینو نمیخوام، رو همون حالت عادی که خودم تنظیم کردم قرار میدم. یه دونه هم ویگنایت داریم که این بوردرهای سیاه اطرافش درست میکنه که شما میتونید حتی مقدارش بیشتر و یا کمتر بکنید و حتی هیچ میتونید بکنید، که من به اینم اونقدر کار ندارم. یه دونه هم کالر ادجاستمنت داریم که بهترین کارو این داره انجام میده. برای مثال الان من حالت چوبی دارم، با چوبی داره بازی من، بخاطر همین شما میتونید کالر ادجاستمنت خودتون رو با حالت چوبی رنگ تبدیل بکنید. برای مثال من اینو هی میتونم دارک و بهتر کنم، ولی در حالت عادی سفیده و رو به اون رنگی که میخواد. فرضاً من یه آب و هوای گرمی میخوام، یکم باید این به حالت گرمتری بره. اما اگه فرضاً آب و هوای سردتری میخوام، این باید یکم به رنگ سردتری بره. آب و هوای تیره‌ای دارم، این باید یکم به سمت تیره تر بره و از اینجور کارها. اگه بخواید افکت دیگه اضافه کنید، کافیه رو اد اوورراید کلیک کنید، پست پروسسینگ بدید. برای مثلا من به شخص خودم لنز دیستورشن انتخاب میکنم و رو اول میزنم تا همین اتفاق بیفته. و این به چه دردی میخوره؟ زمانی که فرضاً شما میخواید پلیرتون دید چشمانندی داشته باشه، کافیه این اینتنسیتی رو بیشتر بکنید و همونطور که میبینید انگار داره از داخل یه چشمی یا عینکی یا یه چیزی دیده میشه. برای چقدر کم کنید میبره عقب‌تر، به خاطر همین من برای مثال در همین حالت قرار میدم. حالا ویگنیت من باید کمتر بکنم تا یه مقدار کمتری باشه. بله، به همین سادگی. همچنین شما میتونید با ولیوهاش ور برید و چیزهای بهتر دیگه ای هم بسازید. خب همونطور که دیدید ما این بشکه رو ساختیم و داخل یونیتی ایمپورت کردیم و یک صحنه بسیار زیبا رو با استفاده از اون ساختیم. در قسمت بعدی قراره یه قسمت جدید از اپیزود یه برنامه جدید رو با هم داشته باشیم. پس سابسکرایب کن تا قسمت بعدی رو از دست ندی.